گلهای تازه، برنامه شماره 112 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، فرامرز پایور، اصغر بهاری، حسن ناهید و محمد اسماعیلی. غزلها از حافظ. گوینده آذر پژوهش. صدا بردار محمد جهانفرد. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. وگر به رهگذری یک دم از هوا خواهی، چو گرد در پیش افتم چو باد بگریزد. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد. من آن فریب که در نرگس تو میبینم، بس آبروی که با خاک ره برآمیزد. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزند، ور از طلب بنشینم
بکینه وگر به ره گذری یک دم از هواداری چه گرد در پیش افتم چو باد بگریزم یا جانم یا من آن فریب که در نرگس تو میبینم بس آبروی که با خاک ره برآمیزد یا بس آبروی که با خاک ره برآمیزد
دام بلاست. کجا شیردلی که از بلا نپرهیزند یا تو عمر خام و صبوری که چرخ شو بده باز هزار بازی از این طرف تر برانگیزم یا بر آستان تسلیم سر بنه حافظ که گر ستیز کنی روزگار بستیزند یا که گر ستیز کنی روزگار بستیزد
ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی، سود و سرمایه بسوزی و محابا. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 112 بود که در سگاه اجرا شد.